ما که هستم نه، خانواده ما پیرخانه است. ما خود ما پیرها بودیم، مریدا داشتیم. مرید میامد دستک ما را ماچ میکرد، صحیح نه؟ ما گفتیم یک لودر، خدا شرمندهش این لودر است، دستا ماچ میکرد، یک 500 هم میداد. ایت تجارت داشتیم. در زمستان برای ما 3 تا 4 تا گوسفند میامد. زمستان کباب خورده و گوشت قاق خورده دل ما سیاه میشد. از قندوز مریدای ما بودن. از قندوز کمی برنج چی میشد؟ موتر در پشت خانه ما استاد میشد. قبلگاه صاحب چی؟ 10 برجی 20 برجی چی آورده؟ برنج داشتیم، گوشت خوش داشتیم. قرار ما خود ما دیگه چی میکردیم؟ میرفتیم لوکسترین پتلون کوای میخریدیم، جمپرک های ما رو قوله، نماز گاهی میخواندیم گاهی نمیخواندیم. اونو مریده که میامد باز چی میکرد؟ دروازه تق تق میشد. به خیریت از پاچا صاحب است؟ نه صاحب نیست. بزرگوار صاحب است؟ نه صاحب رفته جای کار داشته. تو چیش میشی؟ من بچهش میگم اوه اشتو که غنداقیتان برای ما دواست. باز چی میگرد؟ میگه الله یک دونه تاویز بده. ما میفتیم بیاره پیسهش چیز که خوب است پدرم نیست، پیسهش عجیب من بود. باز ما میرسیم به کاغذ، اشتا میگم فرعون، هامان، شداد، نمرود. ایره قاد کن، ایره قاد کن برو در سر دودش کن. باز اونو مرده کرد. چند روپه میشن؟ والله دیگه باز برش چل جور میکردیم که چی از دیگه پیسه 2 کیلو گوشت گوسفند. باز پیسه 2 کیلو گوشت گوسفند. باز اون مرد که این طرف خودم میزد این طرف خودم میزد. باز مثلا یک 40-50 روپه از جیب میکشید، دیگر اینجا میکشید اینجا میکشید. گوسفند خب مثلا کیلوی 300 روپه است نه؟ دیگه نه 400 روپه گوسفند، 2 کیلوش 800 روپه. باز 500 روپه رو بسیار حضور میداد که صاحب کرام ندارم، رای ما هم دور است. اینی 500 دیگه که بگی که خفه نشی که باز تاویزت بلگه. نه نمیلگه. سام خدا شور بده. باز بغل خود یک تذکره را پد کرده بود و این تذکره 100 مونده. باز میگه این 100 اینجا مسیرم بگه اونو قسم خوب چیز. این حالا که شدیم چه کسی اگر 50 روپه بده این سلفیات بی غیرت است که برای پیرای خود یک قرار نمیده. اونو مردم مثلا تو پیسه و چیز. این حال قبر پرستی و بت پرستی چیست؟ بهترین تجارت است. از این خاطر کلانای از اونا زیاد تندی به خاطر جیب خود میکنن. کال پیسه از دست من میره.